سلام بچه‌ها، این ویدیو معرفی دوره‌های آموزشیمون هستش. اینجا مجموعه موتور آموزه. من سپیده علیزاده هستم، مربی قسمت بانوان. خب دوستان، برای تک چرخ ما چند تا لول مختلف داریم و توی مجموعهمون خیلی از آموزش‌های دیگر هم داریم. یعنی حرکات نمایشیمون مختص تک چرخ نیست. شما ایستادن رو موتور رو میتونید اینجا آموزش ببینین، استاپی، دریفت و حالا کلاس‌های استانت و غیره. اما تک چرخ نشسته پایه تمام حرکات نمایشیه. و حالا در کنار این استثنا هم داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی مثل استاپی یا یه چیزی مثل دریفت یا ایستادن رو موتور فقط یه دست فرمون خوب میخواد برای یادگیریش. الباقی مثلا موارد حرکات نمایشی مثل تک چرخ، کلاس‌های استاند، مثل استایل‌های مختلف تک چرخ نیاز به آموزش تک چرخ نشسته درست داره، نه تک چرخ نشسته که دور موتورتون پر بشه یا رو هوا دنده بدین. چرا؟ مهم مهارتون تک چرخ نشسته‌ایه که سر موتورتون به اندازه بالا باشه، دور موتورتون پر نشه و تک نفره بتونین بزنین، نه دو ترک. حالا بهتون خلاصه قیمت‌ها و شهری‌ها رو اینا رو میگم. بچه‌ها ما تعداد جلساتمون نامحدوده تا وقتی شما کامل تک چرخ رو یاد بگیرین و تازه هزینه تک چرخمون هم بر اساس مهارت خودت معلوم میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی تو دست فرمونت بهتر باشه، هر چی ریاکشن عصب عضلات سریع‌تر باشه و قوی‌تر باشه، زودتر یاد میگیری. از این هم شهریت کمتره. حالا چند تا لول داریم و یه پک وی آی پی داریم. شهریه لول A مون 12800 برای کسایی که سر موتور رو بالا میارن، 10-20 متر میبرن. حالا اصلاح تک چرخ نیاز دارن یا دور موتورشون پر بشه یا موتور به چپ و راست میخوابه یا پا به پدال نیستن و غیره. لول بعدیمون لول B 19800 شهریه‌اش برای کسایی که دست فرمونشون خوبه. لول C مون 23800 برای کسایی که دست فرمونشون ضعیفه و لول D مون 35800 برای کسایی که دیگه دست فرمونشون به حدیه که نیاز قبلش چند جلسه دست فرمون کار کنیم، یعنی چند جلسه رانندگی باهاشون کار کنیم، بعد بریم سراغ تک چرخ. این لول دی که بهتون گفتم برای کسی نیست که اصلا موتور سواری بلد نیست، برای کسیه که موتور سواریش خیلی ضعیفه. چند جلسه اول دست فرمون کار میکنیم، به اون حدی که میخواستیم رسید، بعد میره سراغ تک چرخ که حالا تک تک این آزمونی که دارم بهتون میگم برای هر لول روی دستگاه تست ازتون میگیرن، نگاه میکنن ببینن ریاکشن عصب عضلاتتون تو چه حالتیه و حالا یه سری معیارهای دیگه. و یه پک دیگه داریم، پک وی آی پیه. تک چرخ با موتور سبک کار میکنیم، بعد با موتور 250 باهاتون تک چرخ رو کار میکنیم و شهریه‌اش 50 تومنه. چیزی که یادم رفت بهتون بگم، روی تمام پک‌های آموزشیمون بعد از اینکه کامل با موتور ما یاد گرفتین، تو تعداد جلسه نامحدود تونستین راحت ببرین، 2 جلسه آموزش رایگانم با موتور خودتون داریم. حالا موتور چه سبک باشه چه سنگین هیچ فرقی نداره. مورد بعدی چیه؟ ببینید ما توی دورمون یه تک چرخ نشسته ساده کار نمی‌کنیم، تک چرخی کار می‌کنیم که روی دنده یک دور موتورت پر نشه، بتونی تعادلی ببرید. دنده یک و دو رو کار می‌کنیم. دنبی کشیدن، پا به ترمز، جمع کردن موتور، همه اینا رو کار می‌کنیم، ولی تو لفظ میگیم تک چرخ نشسته و حالا دور موتور پر شدن و اینا رو نداریم. این از این. حالا بازم اگر هر سوالی دارین، این شماره که این پایین خورده رو توی واتساپش پیام بدین یا بهش زنگ بزنین، راهنماییتون میکنه. فکر کنم من همه رو توضیح دادم دیگه. حالا بازم اگه چیزی هست من در خدمتتون هستم. خانم معروفی مسئول حرکات نمایشی توی این واتساپ این شماره در خدمتتون هستش.